أنا برای بردن عروس اومدن از طرف داماد. و همین بعد از همین نکاح توی جنبست میشه. مرحمت کنید، مرحمت کنید. سیگنال نتده، سیگنال نتده. مرحمت کنید، مرحمت کنید. مرحمت کنید. خدا خود بعد از این نکاح میکنن و برایش نواب کردن. هم تکون گوشتش نکنم. بولو بره بولو دو نفر وکیل هستن از طرفی عروس. اینا رفته میپرسن عروسه. یا اوشات بخوده بالا بده باش همه رو داغ Gire böyle beygum olsun. Gire böyle. Ya. Çünkü şunda güzel oğlum güzel. Şimdi bu Olsun olsun. Köşeye şunu من زمان میگم شما این بخیر معلومه Şeye bakayım abisi. مالا مالا الحمد لله الذي أتمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين مبارك بادی کارهای خیر خدا خیر الله شما گواهی وکالت مرحمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
گواهم و گواهی می‌دهم از برای خدا که بیبی نزاکت خان در باب نکاح وکیل کردن توایشون رجب. منم به همه قبول منم به همه قبل روزه هستم. وکیل تدمتون همه آدم تقویم کلین وکیل می‌کنه. نواشن نسلی محرم میدیم محرم جای اختار این 500 سامانی شما همه روزه هستید این 500 سامانی روزه هستم. همه 500 سامانی باید بعد از عروس داده شود حق مهر امانت دیگر حقی گرفتن نداره رحمت است. حالا عبدالمنان میگیره دیگه دیگه نمی‌گیره. خودم میگم در دفتر نختش چهر ماهی که نه تو فکرم تیرمایی که خود دولت نجات کنه. نباشد کن کار شروع میکنه در خار کشاده داره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اکنون به فرمان خداوند جهان و خالق کون و مکان و پادشاه ازل و حکیم لم یزل و به شرف سنت سنیه بهترین اولاد حضرت آدم و برگزیده 18,000 عالم خواجه طه و یاسین سید الانبیاء و المرسلین و رسول رب العالمین و به مذهب معظم سراج امم یعنی حضرت امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه و به گواهی این جماعی مسلمین که در این مجلس خیر حاضرند شما که وکیل ثابت الوکالت از جانب بیبی نزاکت خان بنت خواجه نفس نفیسی موکلتان را بزنی و به نکاح مسلمانی بهمین جوان حاضر آمده که اسمت الله ابن عبدالمنان نام دارند وکالتا داده تش بزنی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دادمش بزنیم. شما که جوان حاضر راغب نفس نفیسی موکلشان را بزنید و به نکاح مسلمانی و به دو شرطی که بین مردم مشهور است. شرط اول آن که 6 ماه هلال قمری او را بین نفقه مانده از نظر او غایب نباشد. شرط دوم آن که بی‌عیب شرعی ضرب و ولد ننماید. هر چیزی که یکی از این دو شرط به وقوع بیاید بسامات مذکوره به نفس خود صاحب اختیار گردد. به همین مهر مذکور و همین شرط‌های مذکوره از برای تن و نفس خود خواستید و قبولش کردید بزنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل النكاح سنة سنية للأنام فاصلا وقاطعا بين الحلال والحرام كما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال عليه الصلاة والسلام النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة والمهر على ما تراضيا وأقول قبل هذا أستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء پروردگار بخش سعادت شد کرد خوشی‌هایش سازواره شد کرد فرزندهای صالح شد کرد جمعی خوشی‌های زندگی رو روزی نصیب شما مبارک شما مبارک شما بار دیگر پروردگار این توی مبارک گردون همیشه به شادی یک نمود نکاح ها در منطقه ما این گونه نکاح میکنن. روزگار شما از عروس نمیپرسن با طریقی وکیل وکالت مسکول داده و مهر در این جای ما 500 سامانی اعلان شده است. من این بود یک از رفت نکاح برای شما اندک عمل نوار گرفتم. واقعی سربلند خانه آباد باشه.